تحول نده. همه خیز زدم که باور کن یه هفته 2 هفته پشت همه درمان موندگی بود. رحمت جونم ایشت اجرا کردم وای جونم. اوه با میمون تقلید کنید. کلام اینا تمام. بخشیده به سال نو میلادی 2021 شرکت داروسازی صاف سودا به مشتریان خود تخفیف اعلان می نماید. اگر شما فربه یا خراب شدن می خواهید، اگر موی سر شما می ریزد و یا ریش خود را زیاد کردن می خواهید و یا در بدن شما سفید شوی پوست دیده می شود، پس به شرکت داروسازی صاف سودا مراجعت کنید. شما می توانید معلومات مفصل را درباره داروها با زبان تاجیکی از سامانه صاف سودا .ru دسترس نمایید. سلام بینندگان عزیز، مخلصان حج و مهمون نوبتی برنامه 10 شرط هستند. هنرپیشه واقعا هم شناخته، هنرپیشه که با صحنه ها و هزل های نمکین خود در دل و دیده مردم تاجیک و بیرون از آن معوا گرفته است. هنرپیشه تئاتر جوانان به نام استاد محمود جان واحدов، اینچنین حجونگار شناخته یکی از گروه های آوازه‌دار جمهوری تاجیکستان لحظه های گوارا مهمان ما هستند. بانوی واقعا هم زیبا و هنرمند گلبیبی عبدالخیرova. مهمان رو به برنامه خوش آمدید میگیم و تشکر میگیم به شما که دعوت ما رو قبول کردید. و راستی از لحظه که برنامه 10 شرط تقدیم بینندگان و مخلصان حج کرده می شود، در پینوشت ها زیاد مخلصان خواهش کردن که ما هنرپیشه های لحظه های گوارا مخصوصا شما رو دعوت کرده باشیم به برنامه و این لحظه ها به خاطر مخلصان خود اپای گلبیبی در برنامه 10 شرط شرکت ورزیده استادند و کوشش میکنن که اون 10 شرطی که پیشنهاد کرده می شود با مهارت بلند اجرا کرده باشند. از رفت برنامه ما فکر میکنم شما آگاه هستید در اینجا 10 قطعه جایگیر است و در هر قطعه یک شرطی جای دارد و شما کوشش میکنید که این شرط ها رو یک خوانده اجرا کنید. در صورتی که اگر شما از همین 10 شرط رو با پورگی اجرا میکنید، از جانب برنامه ما با شما 200 سومانی تحفه کرده میشه. کنی همه گپا گفتن چخیلی شیرک شدن. برنامه آماده باشین. اول با مخلصان السلام علیکم. پیش از همه با مخلصان، انا با مخلصانی لحظه های گوارا گفتنیم. من ما حاضر یک کانال شدگیم، هر روز چی میگم پیامک میبیاد برای چی اکای خالمراد نیست، برای کی جمشید نیست. این ما همه مخلصا دا گفتنی هستم که این صنعت است. اگر خوی صنعت دوام میدی، نخوی چی میگوین نخوی پگو تو میپرتوی یک کاری دیگر را پیش میگیری، ترک میکنی یک کاری دیگر پیش میگیری. برای همین اکای خالمراد ساخت سلامت هستن. من جمشید جان کانال خودش کشودگی حاضر، من و اکای نصرالدین کانال خودمون کشودیم. خدا خواهد صحنه های جالب و صحنه های بهترین رو پیشکش شما بینندگان میگردونیم. بعد ولی در آخر نشون میدیم که سلکه کانال میفرستونیم با مخلصان که سلکه رو گیرند و نمایش ما رو تماشا کنیم. ابونه شوند. ها آماده باشین. اگر برنامه رو شروع میکنیم، مرحمت از شرط اول. بسم الله الرحمن الرحیم. کنی پول گفته شرک شدم. کنی من سوال خوب باشد. من سوال خوب در جواب گرداندن رو ناز میبینم. در 30 ثانیه 3 پفک را دم کرده کفونید. خیلی شرطی آسان فکر میکنم برای شما. دشواری نمیاره. باید دشواری نبیاره و بیار. آماده باشین. ثانیه ها رو میبینیم. کنی هیچ که پفکرگی نیست خینه. نه باری اول شما پفو میکنید. 1 2 3 دم کلانتر که نمیشه. کلام
اینا تمام 200 سم پخت سلامت بشه. ولی برای 200 سم گرفتن 9 شرط دیگر را اجرا ای میکنه. ها خیلی من در هر یک قطیچه کنی مرحمت شرطی اول رو شما خیلی سر و سمه خوب اجرا کرده. قطعه دویم رو میبینید کنی خیلیش کشوده میشود باز. خیلی یکوس کاری به پول همین نه یک لحظه نقش زنی مست رو بازی کنید یکون در یکون صحنه چتون هم خیلی نه نقش خدا بازی بود. بشکر خیلی نقش بازی کرگی نیستم خیلی فکر میکنم برای شما یکون دشواری ندارد. یک لحظه تصور کنید که در یکون فیلم نقش زنی مست رو بازی میکنید. فیلم شما در بسیار فیلم ها در صحنه ها برآمده خوب دارید از اجرای بشکر هر خی سوال پاول نته میشوه در همین برنامه همین نزده بودن همین شما زدین گفتی نقشی مست بازی کن میگه دیوونه گریز که مست اومد حالا من مست بازی کردم چی خیر بازی کرده تو نیستم از این ویم گذاشتم قبول است زدی سوز نزدی که همین آواز نه من گفتم که خیبت خفه باید نشید، گفتم پوسته که تو قانون بعد اون پوست نزنیم که من زدن ایدارو که میزنم پای میمونم میمونه زنده باشید اکی نصرتی نه برپوس بیچاره دمی سالو عجیب عجیب من انتظارم یک نبود لحظه خود رو مرد تصور کنید یا تو بوینش دم نزنینم با نه این زدن نیست یک لحظه خود رو مرد با مش خطی نزنید و چپلاق خطی زدید این سوال قین خیلی؟ چه یک لحظه خود در رو مرد اون است صحنه‌تون نداشتید نقش مرد رو بازی نکردید؟ گوش کن تو بسیار گپ زده استی میزنم موزه همه خیکو او زدگی من بدتر میشی بگی سوال کن برو اومده من این شب بله من آدمی کودکی مخلص شما بودم تشکر آرزو میکردم که یک بار از نزدیک با شما رحمت صحبت کنم انا ولی برای من خیلی عجیب شد که از اولین واخوری و صحبت علاکه یک شپوتی خوردم عاقبتش بخیر شود وای اگه میمونه اون دیادم بله مرحمت شرط دیگر رو میبینی کنی سوال کوی ناز باشه یک افندی نقل کنید اینه او سنت یک افندی یک تا خ افندی کنی همون شوخ باشد نو باشد افندی میخواد دختر خواهر خودش کلین کنه زنش کلین کن میشه ده زنش میگه که نه دختر خواهر مرا میکنی دختر خواهر منو کلین میکنی میگه با همه بین افندی و وای زنش کانتر خیلی وای میشه خیلی کاری خودت میگه چه خیلی شبا نشبا کاری خودت با این زنگ مردم که اگر از طرف خودش کلین کرد کوشش میکنه که همین چی میگن خطاگی و گناه های همین کلینه نیسو خودش پوشانه در پیش شوهرش که شوهرش تانه نزنه خوی نخوی تانه میزند که هرچی این مردک همین دندان تست کرده شتایی که یک گناه کلینه یوبا با میان سر بچره کلینه اگر همه وقت بر وقت میخیست یکی دیر میکنه که مردک میخیزه مبین حالی دایی دود زده است دایی کلین دوتا نمیخیزه با مردک میگه ازنه که ای مردک اوخه همیش مو در شرط همه کارکوی کردم ولی من خودم با قوت اوخه هم کلین مونی ولی جوان خوب میرن گفته پشتی اکو دختر خواهرش میگیره که من گفتم ترا که بیا دختر خواهری من کلین کن و تماما شب خونه میرفت سر میخیز کورت کردگی هم میگه که مردگی همین حولی نرفته مونده از میرم با همین جنجال میگم با میگه زنک جنجال نکنو بیو خه میکنیم همین جورو با میگیریم بین حولی ده هر دوم بحث میکنیم یک هم کلیم با عقل میشه میگه هم میگم مایلی همین میبرن هر دوش بحث میکنن اینش که من میرم و ایش که من میرم که یکی میخیزه دختر خواه خدا گیره اوز خولا مقتی از نمیگه به زور کردم میخیزه با میگه ای خولا چی گپای میگه هیچ گپ نیست ای از چی گپای میگه جنجال داره او هیچ گپ نیست میگه این همه قطعی ازت میگه هر دو بحث کرده که حولی من گفتیستم من میروم یا ازت میگه نه من خود میروم
من میگم من میرم، یزدان میگه من میرم. این همه خیلی بحث کردن شته میگه که من میگه توبه. همینم کیروی بحث شد. آخه نوبتکی کنه یه روز خطور روه، یه روز دیگه یزدان روه. توبه کردم اودم ای خوی مست به دور میکنن میگه در تقی کردم میپوشم میدونم. نوبت قطعی نوبت قطعی. خیلی عجیب از اجرای این شرط هم برآمدید. مرحمت. کنی انا زیر کنی چی سوال خونه شما چی حولی را کی میرو باید؟ حولی نداریم پلیسا دفقت خودم پلیسو آواز 3 حیوان خونگی کنید. آواز 3 حیوان خونگی رو تقلید کنید. تقلید. تقلید. این پرنده یه حیوان بستن یه بوی تو آواز خودم آواز بزرگ شده. این شرط هم اجرا کرد. بوز خطه خروز کلاشتگی گشتگی. این سوال دیگر شد. بله دیگر هم میبینیم. بچه ها برامده ایستیم. همین پول میگه آواز 3 پرنده. انا که خروس هم میکنی مرغاوی را میکنی. این بافیرم آوازی مرغ تخمکن. یکتا دویمش حاضر با چی؟ میتونم کاوگی مست است، کاوگی گوش نهیم. کاوگی مست قرطوی فرخور. خیلی میقن سیم با چیه؟ خوزه مرغاویه. کو 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 کو. Audio Jungle. ایشا اجرا کرو. این موسیقی بود؟ این موسیقی. موسیقی های مونه که خیلی آواز ندارم. ایما هم خیلی آواز داشتم. کنی با یگان هنرمند تقلید کنید. هنرمند آوازخوان، حجم نگار، اکتیور. قزلانما پشکنی کم شنده سودا پشکنی کم قزلانما پشکنی کم شنده سودا پشکنی کم رحمت جانم این شرط اجرا کردم وای جانم. شما ده انا این شرط هم اجرا کردیم. تقلید با کی بود؟ با اودم خودش میفهمه نمیگم کدام مخلصا باشن میفهمه مخلصای هم حافظه خیلی نمیگم کدام حافظه قریب پیشینه. یک لحظه حیاتتان رو نقل کنید که شما شرمنده شده باشه خدا نشان نده. صحنه هم حیات هست که شرمنده نشدم و واقعی در صحنه شده رو گو میشه. خدا از شرمندگی پناه تیایی و شدگی های در صحنه که قطعی نصرالدین در خوجه دیگر کانسر داشته وقتی وای کردن ما هم دیگر مناخل گویا که تله میکنیم میزنیم هم وقت یکی رفتن با پولش وای خطی هنرمنده خطی ایمپرویزاسیون کرده برو مدام قیستم ده گفتم که تماشابین خیریت نفهمید گویا که غلطیدن در حقیقت در صحنه بود نگه در صحنه نبود همه خیز زدم که باور کن یه هفته 2 هفته پشت همه درمان موندگی بود. انا این شرط هم اجرا کردیم. مرحمت بگیریم چگونه که مخلصان عزیز شما شاهده در اپای گلبیبی علاقه از اجرای 8 شرط و خوبی برآمدن 2 شرط دیگر مون. با میمون تقلید کنید. اینا تمام. دیدی ما چقدر تیز زکات و سوال میمون جواب میدم. آخه سوالات دادی که حیوانه یه چیزی آدمیه گپ زنه میمونه کم خیلی قب میزنه 5 نمود خنده مجبوری کنید. ای خنده را مردمی. تمام
میگم که 10 ترمین استم اجرا میکرد. اجرا میکردم. تمام اینا. و زنده باشید. چگونه که پلاش داد برم ده. در کدامش گفتم پلاکی در یکون جونا. آرکنه مخلصان. فریبم کاره چه خیلی. ای خنده. و چگونه که شما شاهد بودید از 10 شرطی که با اپای گلبیبی پیشنهاد کردیم با مهارت بلند اجرا کردن. تشکر میگیم به شما. تشکر شما. لیکن یک چپلاق با چند بار ترسونده نه؟ نه یک چیزی باید بوده دو جان. تلخ کفم کردیم. این یکم حجم نگاره که هم قدر مرا ترسونده سب نه اولی وای چی میگن این نصیحت کارو من وای همین زدن دیگه زدن دیگه با فیلم که اون پروژه نه و اگر همون برنامه یک با یک داشت شما رو دعوت کنیم اون حجم نگاره رو همش میزنه. خدا نشانتی. من چمپیون میشن پریز گلاونی پریز 2000 سومونی را میگیری. خوب چگونه که در اول برنامه وعده کرده بودیم وقتی که شما شرط ها رو با مهارت بلند اجرا میکنید از جانب برنامه ما با شما 200 سومونی تحفه کرده میشود. تشکر. همون ندیده اسلام برای همون میگم. حاضر میتیم. چگونه که بینندگان از شما شاهد بودید در پای گلبیبی 10 شرط رو با مهارت بلند اجرا کردن و از جانب برنامه ما با شما من 200 سومونی همیشه خیلی میگم کسا زنم بود 200 میلیون میشه در برنامه میویم حجم نگارو قطع بای میمونیم شما را سوز خرج با چیکار کنم گاز زنی با 200 می دیگه برو پول نقص تیم اشتراک میکنی در اون برنامه نصیب قدر شرطی وزنی ندارد نصیب با چی شرط داری گاز زنی پلاکیه وای شدم شیرک شدم با چیکار کنم کیا زنم کیا بردارم در برنامه اگر میزنه اینجا مبلغ کلان میگیریم تمام من زنده باشید بار دیگر خوش آمدید به برنامه در آخر به مخلصان و بینندگان برنامه 10 شرط چی تمنیات دارید با تماشابینان آرزو ندارم که سربلند باشن همیشه در این سالی وزنی بود خیلی کرونا کردن در کار انا در سال نو با فکرم که انا خواهانم با فکرم میخوام که همیشه آدم‌ها پیش از همه سلامت باشن سربلند باشن خانه آباد باشن هر یک فردی ما همیشه در لباشون خنده باشد و لحظه های گوارا باشد لحظه های گوارا رو حتما تماشا کنن حتما تماشا کنید بار دیگر خوش آمدید به برنامه و بینندگان عزیز مهمانی برنامه ما بودن هنرپیشه تئاتر جوانان هنرپیشه گروه حجوی لحظه های گوارا گلبیبی عبدالخیرова بار دیگر خوش آمدید برنامه 10 شرط بود تقدیم شما از کانال توجیکان گروپ شما با کانال ما آبونه شدن رو فراموش نسازید این چونین با کانال اپای گلبیبی با نام لحظه های ناگوار حتما آبونه شوید و صحنه های جالب رو از این کانال نیز تماشا کنید خیر تا برنامه های دیگر انا با همین کانال آبونه شوید و چی دستتون رو در موبایل مونده با بالا برید صحنه رو خوش ریاکت تماشا میکنید و لایک ها رو نیز فراموش نکنید لایک موندن و پدپیست کردن هم فراموش نکنید بله بخشیده به سال نو میلادی 2021 شرکت داروسازی صاف سودا به مشتریان خود تخفیف اعلان می نماید. اگر شما فربه یا خراب شدن می خواهید، اگر موی سر شما می ریزد و یا ریش خود را زیاد کردن می خواهید و یا در بدن شما سفید شوی پوست دیده می شود، پس به شرکت داروسازی صاف سودا مراجعت کنید. شما می توانید معلومات مفصل را درباره داروها با زبان تاجیکی از سامانه صاف سودا .ru دسترس نمایید.